داریم. خیلی قشنگه. خیلی به این یه کاخ خیلی خوشگلی اینجا با یه معماری بسیار بسیار زیبا و چشم نواز داریم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. انقدر قشنگه این معماری که آدم مدت ها میتونه فقط خیره شه. این حوض رو نگاه کنید. آخ از سنگ مرمره. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. این اسمش نمیدونم اینا رو چی میگن بهش، دور تا دور خونه از اینا. چقدر زیبا و خوشگله. قشنگ معلوم دورچین باغچه. حوض رو از اینجا ببینید، واسه تصویر قشنگ میگیرم. خیلی قشنگه این حوض. چقدر من کیف کردم با این حوض. ای کاش تمیز بود و یه آبی توش بود و خوشگلیش معلوم بود. اینم نمای این ساختمان زیبا با این نقاشی های زیبا. خیلی قشنگه. بریم یه دوری بزنیم اطرافش رو مشاهده کنیم با هم. یه بالکن ناز و خوشگل. چقدر زیباست، چقدر زیبا. بذار من نماشو بگیرم بعد بریم بالاش. خب بریم بالا. نمیدونم این کاخ کی بوده توی خانواده سلطنتی، ولی خب واقعا زیباست. چه کیفی میکردن میومدن اینجا. چقدر لذت بخش بود. اونجا رو ببینید. احتمالا اونجا برای نمایش تئاتری چیزی بوده، چون سکو داره و نمیدونم، احتمال دارم یه آتیش بازی میخواستن بکنن، جوجی بزنن. اینجا رو ببینید. به 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 این زیبایی. این هنر معماری ایرانی، هنر معماری اصیل ایرانی. اصیل. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. وای وای وای. آدم نفس عمیق میکشه، افتخار میکنه به خودش، لذت میبره وقتی تو این همچین مکانهای خوبی قدم برمیداره و افتخار میکنه به اینکه ایرانیه و ایرانی. زیباست، زیبا زیبا. هیچ چیز جز زیبایی اینجا مشاهده نمی کنید. یه پله های خیلی خیلی زیبایی اینجا هستش که الان میخوام تصویرش رو بهتون نشون بدم، شما هم مثل من لذت ببرید. ببینیم. مشاهده کنید. اون بالا میره. اون بالا هم یه جنگل فوق العاده قشنگه. بچه این پله هایی که خدمتتون گفتم، ما اومدیم بالا نمای این کاخ زیبا رو با این درخت قطور نگاه کنید. میبینید چقدر قطره، دو تا شده. چقدر زیباست، چقدر زیباست، چقدر زیباست.
قدم میزنیم و لذت میبریم از این همه زیبایی. ای کاش نگهداری موزه ها دولتی نبود و خصوصی بود. چقدر جذب توریست میشد بشه برای این کاخهای زیبا. از سر تا سر جهان ویدیو میکرها رو میشد، بذارید من دوربین برم سمت خودم، از سر تا سر جهان ویدیو میکرهایی که فعالن و کار قوی میکنن و میشد جمع کنی و هر کدومشون یه ویدیو خیلی خوب از این کاخها درست کنن و برن و توی کشور خودشون تبلیغ کنن. ببینید با همین روش کوچیک چقدر میشد جذب کرد توریستو برای ایران. فقط از این کاخ سعدآباد. شما حالا کاخهای دیگه و مناطق توریستی و تاریخی دیگر هم در نظر بگیرید. از این بالا این پایین رو ببینیم چقدر زیباست. اینجا رو چون بهش رسیدن، اینجا ساختمان اداریه، چون بهش رسیدن یه مقدار خوشگل‌تره، ترتمیزتر هم مونده. خب بریم یکی ساختمونم ببینیم و دیگه ساعت کاری موزه داره تمام میشه و ما باید سریعتر خارج بشیم از موزه. اینم یه ساختمون دیگه، اینا فکر کنم خیلی جدید باشن. ساختمون قشنگه اینا. زیر زمین هم داره، بله پایینش دقیقا از اونه که من دوست دارم. تهران قدیم خونه ها به این شکل بوده. خونه هایی بوده که همگی یه همچین ساختمونی با آجوره 3 سانتی بودن و جلوشون یه محوطه‌ای بوده، دار و درخت داشتن اطراف خونه معمولا. و به قول رئیس جمهور قبلیمون آقای احمدی نژاد که می‌خواست یه طرحی رو انجام بده ولی خب نذاشتنش، خونه ها باغ ویلایی بوده. درسته؟ میخواستن خونه های تهران رو همه رو به این شکل کنن و نتونستن. این پنجره رو میبینید چقدر قشنگه، چقدر زیبا، کیف میکنه آدم. خب دیگه تموم شد، دیگه نداریم و این هم پلی بوده که از این رودخونه دربند میرفته به سمت این ویلا. بسیار بسیار زیبا. خب بلاگ ما تموم شد. بلاگ خیلی خیلی جذابی بود، خیلی به ما خوش گذشت. حتما اگر تایم داشتید، بچه تهران بودید بیایید، بچه شهرستانهای ایران بودید، استانهای دیگه، بیایید سر بزنید به این کاخ سعدآباد و دعوت میکنم از همه توریست‌ها از سراسر دنیا بیان و از زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری ایران رو از نزدیک ببینن. سابسکرایب، لایک، کامنت. متشکرم. خدا نگهدار.